قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الصلاة والسلام على قائد المجاهدين نبينا وسيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. برادرای عزیز، الحمدلله و المنه، ما شما یک مسئولیت بسیار بزرگ و خطیری را در زندگی خود داریم که اگر از فرصت استفاده بکنیم، دقیق بیاندیشیم و وسایل را درست استخدام بکنیم، انشاءالله العزیز او چیزی که الله جل جلاله ما و شما را آفریده است و او انشاءالله خواهیم رسید. طبیعی است که او چیزی که الله ما را به او مکلف ساخته است عبادت او تعالی است و عبادت الله جل جلاله تمثیل می شود در تمام زندگی ما و شما و عبادت تنها همین نماز و روزه و زکات و حج نیست. هرگاه ما حرکات و سکنات و معاملات و اعمال خود را وفق دادیم به شریعت الله جل جلاله، در حقیقت ما انسان عابد خوبی خواهیم و به تعبیر دوم، هرگاه ما زمینه از این را مساعد کردیم که مردم پروردگار خود را عبادت بکنه و در زیر نقش پای انبیا علیهم السلام حرکت بکنه و زمینه را مساعد بکنیم که اسلام من حیث برنامه و قانون زندگیشان عملی شود، ما مردمایی هستیم که به هدف خود نائل شدیم. یعنی باز تکرار میکنیم، اگر ما تانستیم که در جامعه بشری اسلام عزیز را من حیث نظام زندگی، نظام عملی ای را پیشکش بکنیم و مردم را بخواهیم که در زیر چتر زندگی بکند، ما کامیاب شدیم. اگر این کار نتانستیم بکنیم، باور به داشته باشیم که الله جل جلاله از ما پرسان میکند، از ما پرسان میکند. تو را خب به خاطر ازی پیدا نکردیم که تو تمام روز در کنج مسجد بشین سبحان الله سبحان الله گفته برو. تو را به این پیدا نکردیم، تو را به این پیدا کردیم لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تو را به این پیدا کردیم تو برو مردم را از تاریکی به طرف روشنایی بکشم. تو را به این پیدا کردیم، تو را به این پیدا کردیم که به واسطه نظام بر حق اسلام مردم را از ظلم و جور و بی‌عدالتی بیرون بید. تو را برازی پیدا کرد. الحمدلله و المنه، ما و شما باور کامل بیداریم که اسلام دین کامل، شامل، ابدی الهی است. رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما، رابطه ما را با جامعه ما تنظیم میکنه. ما دیگه سخن ندارم و نمیخوایم وارد بحث شوم، زیرا الحمدلله چیزی است که بار بار گفته شده و الحمدلله ما و شما به همین اعتقاد داریم. چیزی که علمی ارزش را چطور بتانیم به دیگرها عرضه بکنیم و دیگرها را وادار کنیم که این سیستم را من حیث سیستم عملی و برنامه زندگی خود بپذیرند. اینی گپ مهم است. مسیحیت من حیث دین رابطه یک انسان را میگه با خالق تنظیم میکنه، خب رابطه یک انسان را با انسان تنظیم نمیکنه. بودایت هذا القیاس، زردشت هذا القیاس، دیگرها هذا القیاس. روابط یک انسان را با معتقدش میکنه، تنظیم میکنه. اسلام تو نیست.
اسلام رابطه تو را با خالقت هم تنظیم میکند، با خودت هم تنظیم میکنه و با مخلوق هم تنظیم میکنه. هرگاه با مخلوق تنظیم شود بینن اسلام برنامه زندگی موت است. بسیار تفاوت دارد. اسلام برنامه زندگی موت است. هرگاه برنامه زندگی شد پس مکلفیت داری که خریدت، فروشت، دشمنیت، دوستیت، خوابت، رفتنت، ششتنت مطابق به این برنامه بکن. و این برنامه وقتی جایگاه پیدا میکنه که کلگی به شکل اتفاقی ما و شما برای تنظیمش کار بکنیم، برای تطبیقش کار بکنیم. ما به هدف نمیرسیم تا که یک چند نکته و فقراتی که آلی ذکرش میکنم اونو را در خود جای بدیم. یعنی خود ما تا که ممثل نشویم هیچگاه ناممکن است که دیگران را به اسلام دعوت بکنیم و دیگران به اسلام برآوریم. این ناممکن است. اصل اول برای رسیدن به هدف والا و بزرگ ما شما بودن اعتقاد راسخ محکم که تشکیک مشکک را قبول نکند و زائل نشود به تشکیک مشکک و همچی یک اعتقاد عمیق و قوی ضرورت است. مسلمان و جوانی که میخواهد اسلام من حیث نظام مطرح شود و بر بالای همه نظام ها حاکم باشد، او خودش به این برنامه الهی باور کامل داشته باشد، عقیده راسخ داشته باشد. عقیده اساس و بیز محکمی است که اگر نداشتی یرتابو و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. مؤمنان اصلی کی هستند؟ انما المؤمنون، جز نیست که مؤمنان راستین الذین آنانی هستند که آمنوا بالله، به وحدانیت الله باور پیدا کردند. به وحدانیت الله چی رقم باور پیدا کردند؟ در چند باب. اول الله آفریدگار است. این کل چیزی که شما میبینین مشاهده میکنین و او را من حیث یک شی قبول کردین. خالقش آفریدگارش الله است. این چیز را مخلوق پیدا نکرده. الله فاطر السماوات والارض، آفریدگار آسمان ها و زمین است، آفریدگار کل کائنات است، آفریدگار موضوع است. این باور است. از خود شروع بکنیم. یک بار در خود فکر بکن یک مویت کسی دیگری پیدا کرده؟ دیگه جای تا خوب بگذار. یک مویت دیگه کس پیدا نکرده. ایره الله آفریده. الله هست که بر صورت داد، الله هست که بر عقل داد، الله هست که بر قواره داد، الله هست که بر صحت داد. همه کار الله کرده. الله هست که رزق برت میده، الله هست که غنیت میکنه، الله هست که فقیرت میکنه. جایی که فایده میکنی شکر بکن که الله توانمندی بر اگر بیعقلت میکرد نقص میکنی. بنان اعتقاد و باور محکم به ای که آفریدگار الله هست. نفع و ضرر از طرف الله است. صحت و شفا از طرف الله است. نظام من حیث نظام در تحت قیمومیت الله جل جلاله قرار دارد. پس هرگاه ما باور به پیدا کنیم که الله عالم است، الله قیم است، الله آفریدگار است، این عقیده باور داشته باشه. بعد دوم مرحله، الله جل جلاله ما شما را پیدا کرده، به خاطر امی پیدا کرده که نظام خداوند متعال را در دنیا حاکم بکنه. به خاطر امی پیدا کرده. و حاکمیت نظام این واجبه ممکن است. از این خاطر است که عقیده و باور از یک طرف به آفرینشی که الله کرده به این باور دارد او الله هست، فاطر السماوات والارض، آفریدگار آسمان ها و زمین. دوم الله به عدل همه چیز را پیدا میکنه، یعنی پوچ پیدا نمیکنه. کسی را که زن پیدا کرد الله در امو چی برش گذاشته؟ در امو برش خیر گذاشته. کسی را که الله مرد پیدا کرد در امی الله بر چی گذاشته؟ خیر برش گذاشته. کسی را که الله فقیر پیدا کرد در ای الله برش خیر گذاشته. کسی را که الله توانمند پیدا کرد الله در امی برش خیر گذاشته. فقیر از فقر شکایت نباید بکند و پولدار با پول خود باید چی نکنه؟ کبر و غرور نکنه. زیرا او کسی که داده او الله هست که او خوب ما شما را مشناسه. یک نمونه را ببینید. روز یکی از اصحاب کرام
به نمازها کمک سستی میکرد. شکایت ها بلند شد که چرا قصص است. پیش پیامبر خدا علیه السلام آمد گفت یا رسول الله، این تنبلی ما و کاستی ما در مسائل این به خاطر است که من بسیار غریب هستم، پول ندارم، مشکلات بسیار زیاد دارم. از الله برم بخوای که از این مشکلات مرا بیرون بکنه، مرا پول بده، دارایی بده. دیگه منظم در عبادتهای خود صحیح خود بودم. یعنی تو فکر رو کرده بود که همین سستی ما در عبادتها و ضعف ما این به خاطر است که من پول ندارم. اگر پول پیدا کنم اعصابم آرام می شود، زندگیم خوب می شود، در صف اول می شینم، به اصلاح خیرات میکنم و این چیزا در فکرشم. پیامبر خدا برگفت که همین برات خوب است، همین چیزی که داری الله ای را برات لازم دیده و سرزی قناعت بکو، انشاءالله ای در حقت خوب است. مردکه قبول نکرد، شله شد. پیامبر خدا برش گفت که برو یک بوزه بخر. یک بوزه خرید. چند روز نگذاشته بود که بوز 6 دانه به اصلاح بزغاله را برش آورد. 2 ماه تیر نشده که 6 دانش باز آبستن شد، هر کدام 6 دانه دیگر را برش آورد. یک وقت میبینه که از یک باز یک رمگک جور شد، دیگر در خانهش جای نشد. مرد بیرون صبحکی وقت میرفت رمه خدا میبرد، شام میامد، نماز پیشین دیگر که قبلا کمک نوقت میامد، حالی چی شد؟ حالی نمید. مدت گذشت این تضاعف جریان دارد. 2 ماه تیر نمیشه که باز میبینی که این بوزا دیگر بوزا را پیدا میکند. یک حالت عجیبه. 1 سال تیر نشده بود این رمش به اندازه تضاعف پیدا کرد که دیگر در این محیط مدینه جای نشد، بیرون برآمد. 1 جمعه می آمد، دیگر جمعه می آمد به نماز. 1 سال پوره شد. پیغمبر خدا علیه السلام کسی را فرستاد که برو زکاتش بده. هنگامی که برش میگه زکات بده، باز گفت که رسول الله از ما جزیه میخواد. این نفر پس آمد و قضیه را به پیغمبر علیه السلام تشریح کرد و پیغمبر خدا هیچ چیز هم نداد. بچه های کاکایش همین ازدکیهاش ششته بود. ایره که دید این مردکه را رفتن برش گفت که او بدبخت خدا زده، یعنی بزای مردم وادی همین رقم تضاعف پیدا نمیکند. تو خودت شله نشدی به رسول الله که برم دعا بکن؟ دعا برات کرد. این رقم تضاعف مال، این رقم بز پیدا کردن، این رقم رمه، این خود تو میبینی که به دعای پیغمبر خدا علیه السلام برسد. آخر در مقابل زکات تو میگه که جزیه میگیرد، شرم نمیکنی. این که هر کس تعدیدش کرد خودش همی زکاتش آورد. زکاتش آورد، پیغمبر خدا نداد. پیغمبر خدا زکاتش نداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا رحلت کرد. در زمان ابوبکر صدیق باز آورد. حضرت ابوبکر صدیق زکاتش نداد. در زمان حضرت عمر باز آورد، حضرت عمر نکرد. در زمان حضرت عثمان از دنیا خودش هم رحلت. شما اینجا میبینید که فقر وسیله ای نیست که تو از خدا دور شوی. یگان بار فقر برات خوب است، زیرا الله خوب میداند که اگر پیسه دار شوی جنایت میکنی، فساد میکنی، بد اخلاقی میکنی، مالت به عوضی که در راه اسلام مصرف میکنی به ضد اسلام مصرف میکنی، شیطانت ها را پیدا میکنی، کار را میکنی که بر خود پیش خداوند متعال دوسیه جور کرده است. از این که خوب است که نداشته باشی. مال که پیدا کردی باید تو میشه یکی از دوستا دیگه الله هدایتش نصیب بکنه. برای ما گفت که من یک تلویزیون همی سازم، چی کمکتم کده میتونی؟ ما برش گفتم چی رقم تلویزیون میسازی؟ یک تلویزیون تجارتی میسازم. گفتم تجارت خدا تلویزیون نمیشه، به خاطر از اینکه جامعه ما ضعیف است از نظر فرهنگی و از نظر تدین. اینها برنامه‌های دینی را سپورت نمیکنن. بنابراین این خونه شد. تو مجبور هستی دیگه می لاه و لعب و افلام مبتذل و برنامه‌های استعمار را باید بدی تا که استعمار تو را حمایت بکنن، پول برات بده و مردم تجار فاسد اما اعلانات فاسد خود چی بکنن؟ بر تو بته تمویلت بکنن. بنابراین این کارا نکن.
این کار نکن. بر مگو که والله 2.5 ساعت خود تنها از توست، 2.5 ساعت از توست، طوری که میخوای همونطور نشر بود. ما گفتم 2.5 ساعت نه، 1 ساعت بده، نیم ساعت بده، خلاصتکی بده. نه 2.5 ساعت برام داد، نه نیم ساعت برام داد و چیزی که من گفته بودم همونطور شد. چیزی که من گفته بودم همونطور شد. یک تلویزیون مبتذل، یک تلویزیون رسوا، یک تلویزیونی که محض گناه را پیش میکنه، در حالی که تعهدش شیء دیگری بود، تعهدش چیزی دیگری بود و در عمل نتونست کی کارا بکنه. الله برش مال داده، میتونست که ضروری یک تجارت صحیح و شرعی را انجام بدهد و پیش میره، نه بدنام میشد، نه وطندارایش برش بد میگفت، نه دوستایش برش بد میگفت، هیچ گپی هم نبود. بزور بر خود دوسیه جور کرد، بزور. ببین عزیزای، یگان بار تفکر نکنن که همه چیز در پول است. نه، یگان بار پول خرابت میکنه. بنان عزیزا، عقیده و باور محکم ما شما داشته باشیم به اون چیزی که داریم. خداوند متعال ما تو را خوب میشناسه، خوب ما تو را میشناسه. چیزی که داریم به او شکر بکشین، به او شکر بکشین. چیزی که داریم به او شکر بکشین. این اول کار است و من حیث یک مسلمان به این باید باور داشته باشیم. چیزی که خدا به ما داده در خیر ما است. شکایت نکنین، جزافزه نکنین. با باورها، باور محکم به وعده های الله جل جلاله داشته باشین. چیزی که الله براتون گفته اما تو میشود. اگر برات گفت که جنت است، دارای باغ‌های این رقم میوه‌ها و حور العین و والله اما تو است، اما تو است. به این باور داشته باشین. بناهن به همون اعتقاد و باور بود که در غزوه احد یک صحابی آمد، یک خرما را دستش بود و پیامبر خدا گفت که یا رسول الله، اگر در این معرکه کشته شوم کجا خواهیم رفت؟ گفت فلک الجنه، و جنت است برای همین خرما را زد. اذن لا اکلو، در این صورت ایره نمیخورم. یک خرما در دستش میخواد بخورد، اذن لا اکلو، این تو زدش سر زمین و در داخل معرکه الله جل جلاله تو جنت بزارش داد. باور کامل پیدا داشته باشین چیزی را الله به ما شما گفته اما طور است. در این تذبذب نکنین، در این سستی نکنین. تو نگوین که والا چطور میشه و چطور نه، اما تو میشه. این اصل است و تا که این اعتقاد تو پیدا نکنی، اسلام را من حیث نظام نمیتونی مطرح بکنی. اسلام را نمیتونی که به دیگرها تعلیمش بدی و دیگرها را به این اصل دعوت بکنی و رای عملی را ثابت بکنی. دوم گپ، یعنی بعد از عقیده، دوم گپ اخلاص است. اگر خواسته باشین که ارزش‌هایتان در دنیا نافذ شود، مردم در زیر چتر دین زندگی بکنند و الله برش امن بده، هم از نظر اعتقاد، هم از نظر عقیده، هم از نظر اخلاص، هم از نظر روند زندگی، هم از نظر محبت، هم از نظر امن، در کلش به تو ضرورت است که تو خودت مخلص باشی. خودت باید چی باشی؟ مخلص باشی. در برنامه که تو تعقیبش میکنی و تو را قبول کردی، تو را پذیرفتی، دو باید مخلص باشی. عزیزم اگر مخلص نبودی، والله کامیابی برای تو نیست. چی فایده میکنی؟ کلگی جنت برای تو جنت نروی، کلگی جنت برای واسطه تو جنت نری، چی فایده میکنی؟ کل کاری که ما تو میکنیم به خاطر که الله ما را نجات بده. پس تو که اگر اسلام میخوای به خاطر زی میخوای که الله تو را امن بدهد. تو خودت به برنامهت مخلص باش، به ارزشت مخلص باش. ده او دیگه کار نکن که ریاکاری و سمعت و چیزا را پیدا بکنی. الله جل جلاله ارشاد می‌دهد وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مأمور نشدن این جامعه بشری مسلمانان مگری که تنها و تنها الله را عبادت بکند، مخلص باشد در عبادت خود، ریاکاری نکند، تظاهر نکند،
خودنمایی نکنه که از یک طرف مثل مسلمانای ما واریم. مسلمانایی که ما و شما داریم الله سرشان رحم بکند، ارتباط خاص را با خدا گرفته نمی‌کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌دارد که سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه هستند که در زیر سایه عرش رحمان قرار داشته میباشد. یکی شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خود به عبادت الله مصروف شود، الله را در جوانیش عبادت بکند، در جوانیش عبادت الله را صادقانه انجام بدهد. این جوان در زیر عرش رحمان قرار دارد و الله جل جلاله ما شما را از این بهره نکند. دوم میگه که مردی که و دست راست خود بدهد و دست چپش خبر نشود. مردی که به دست راستش میدهد دست چپش خبر نشود. تصاوص به ظاهر بگی نکن، مردم خبر شد، تلویزیون ها باشه، فلانه تو را نامت بگی، چی میکنی؟ در روز قیامت او عمل پیش الله منظور است که او در او اخلاص باشد. اخلاص خود میفهمین که در او چیز دیگری گرد نباشد، سمعت و ریاکاری نباشد. بناهن هرگاه اعمال ما شما رنگ ریا و سمعت و خود بینی نداشته باشد، ما شما یک قدم دوم را برای کامیابی خود در نظام و در تطبیق شریعت خدا گرفت. خود ما باید مخلص باشیم، خود ما باید مخلص باشیم. یعنی فکر باید بکنیم، بیاندیشیم که این اخلاص یگانه وسیله ای است که ما شما را به پیش میبرد. دو چیز شد. اول اصلی بود که عقیده راسخ، دوم اصل اخلاص، سوم اصل برای کامیابی ما اراده و تصمیم محکم و آهنین، اراده قوی. اراده قوی. دشمن بر ارزش باید نداشته باشد، ساز و برگ دشمن تو را ضعیف نکند، پول و دارایی و قوت مادی دشمن تو را باید متزلزل نکند. ای تو که ببینی تانک است و کامپیوترها است و تیارات بی پیلوت است و دلار است و وا این چیزا را که میبینی بگویی که والا نمیشه، وش کنی، این رقم نکنی. الله اکبر. آنانی که مال خود خرج میکنند برای چی؟ لیصدوا عن سبیل الله، تا مردم را از دین خدا باز بدارد. پول خرج کن، دلارها را خرج کن. فسینفقونها، خامخا اینا را خرج میکنند، خامخا. فسینفقونها، باز پشیمان میشه، والا به غلط این نقشه غلط افتید، کاش که تو نمیکردی تو میکردی. ثم یغلبون، با شکست میخواد، با شکست میخواد. وعده الله هست. بنان تو مسلمان برای تحقق آرمانت باید اراده و تصمیم محکم داشته باشی. اراده و تصمیم محکم که پیدا کنی والله تغییر می آید. ناممکن است که تو بگی تغییر نمی آید. اراده پیدا بکنی من خانه جور میکنم. برای جور کردن خانه چقدر کار میکنی؟ اول زمان قائل میشی یا نمیشی؟ زمان قائل میشی این خانه در مدت 1 ماه باید جور شود. در خوب فهمیدی که پیش از 1 ماه جور نمی شود. تصمیم اول، بعد از او باز زمان برش قائل شدی، باز وسایل برش ترتیب دادی، باز عملا کار شروع کرد. یک وقت میبینی بعد از 1 ماه خانه تکمیل شده است. اگر تو اما تو کت خود بشینی تو بگی خانه جور شوه از الحمدلله شروع که خدا قرآن کریم تا و الناس ختمش بگو کف بکن سر زمین. اگر 1 دانه خشت مانده شد نمیگم صحیح شد، 1 خشت مانده نمیشه. تو مکلفیت داری من حیث یک مسلمان. اول زمین از خود باید داشته باشی، نقشه را داشته باشی، خشتا را باید جمع بکنی، مواد ساختمانی را جمع بکنی، مرد کی را سرش مگذارد، مزدورکار و گلکاری را باید آماده بکنی، باز کار شروع بکن و زمانم قبول کن. در کلش 1 دفعه جور نمیشه. استا ببینی وقت خانه جور. تو اراده قوی برای نظام داشته باش. بگو که ما حکومت اسلامی را میآورم. به باور داشته باش. اراده محکم داشته باش. یک وقت میبینی که خداوند متعال برات میاره. یقین داشته باش. کی نظام اسلامی را جور میکنه؟ شما هستین. از آسمان ملائکه پایین میشه؟ نه، از آسمان ملائکه پایین نمیشه. شما هستین که میسازین.
اراده محکم داشته باشیم. دیگرها اراده محکم داشتن، گفت که ما نظام سوسیالیسم جور میکنیم، نظام کمونیستی را جور کردن یا نکردن؟ جور کردن. از شما کم بودن. کمونیستا با مراتب از شما کم بودن، ولی تصمیم گرفتن، ساختن، با هزارهای محترم کشتن، با هزارهای محترم این کار کردن. آمریکا گفت که من اینی کار میکنم، تصمیم گرفت، تلاش کرد تا افغانستان نرسید. تصمیم داشت. تو در منطقه خودت، در نظام خودت، در ملک خودت 99% مردم میگه اسلام، تو سستی میکنی، میگه نمیشود. نمیشود یعنی چی؟ والله میشود. هر پهلوی که تو استعمال بکنی دیگه اسلام حکومت میکنه. هر پهلوی که استعمال بکنی اینو باور داشته باش. اگر به می طریقه دموکراسی جعلی هم پیش بریم، والله ما دیگه حکومت اسلامی را آورده میکنیم. اگر ما تصمیم بگیریم که به اساس نظام فاسد بی معنای دموکراسی امروز در افغانستان حکومت اسلامی را میاریم، چون ما اکثریت هستیم، آورده میکنیم. اگر به زورم بخواین والله میآید، به زورم بخواین میآید، به رضام بخواین میآید. چی گپ است که ما ضعیف شدیم؟ چرا میترسیم؟ نکردی ساخته نمیشود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو تقرار کرده خوکو باز حکومت اسلامی قطعا نمیاد. این یقین داشته باشید. خداوند متعال تغییر نمیدهد سرنوشت یک قوم را تا در خود تغییر نبیارد. تو تغییر بیار، الله هم تغییرت بد میده. الله میگه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله. مؤمنان راستی کی است؟ الذين يبلغون، آنانی که میرسانند رسالات الله، پیام الله را، پیام الله را میرسانند. نمیترسه که والا فلانه چی میگه، دوستان میگه یبلغون رسالات الله و یخشونه، و تنها از الله میترسد، ولا یخشون احدا الا الله، جز از الله از هیچ کس هم نمیترسد. این مکلفیت است. و کفا بالله حسیب. الله میگه باز ما کفایت میکنیم برای این نفر در محاسبش، در رساندنش. الله ما کفایتش میکنه. کلگی دشمنی بکند الله کافی است برای ما. کلگی دشمنی بکنه، کلگی مخالفت بکنه، الله کافی است. الله کافی است. این سوم اصل است، سوم موضوع است که در ذهنتون دقیق جای بتین. آنانی که تصمیم برای نظام جور کردن نداشته باشه الله موافقش نمیکنه. آنانی که میگه میشود میشود، این باور داشته باشه. خداوند متعال ما شما این تصمیم نصیب بکنه و این توفیق الله بدهد. و خداوند متعال ما شما را از اون مردم قرار ندهد که بی تصمیم باشیم و تا هنوز هم تصمیم نگرفته باشیم. ما امیدوار هستیم که الحمدلله جوانان همشان تصمیم برای ساختن نظام دینی و تطبیق شریعت خداوند متعال در زمین خدا دارد. چهارم، عمل مداوم پیوسته که سستی و خستگی در او جا ندارد. میخوای نظام دین بیاری؟ بنان پیوسته عمل بکن، پیوسته عمل، شب و روز کار بکن. رخصتی را به رسمیت نشناس مسلمان. در قاموس دین برای ما تو رخصتی نیست. دین مطالعه بکنین، رخصتی نیست. رخصتی را ما تو کشیدیم. در روز جمعه بر ما قرآن چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای مسلمان در روز جمعه که آذان داده شد تو چی بکو؟ بیعت قطع کو. یعنی معنی چی که روز جمعه خود کار بکو تلاش بکو. آذان که شدیدی بیعت قطع بکو، دیگه بیع نکو. و ذروا البیع فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مجرد که نماز خلاص باز چی شد؟ باز رخصتی؟ نه باز رخصتی نیست. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض، فورا در زمین تیت شوید. در زمین تیت شو،
تلاش بکن. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، از فضل الله تعالی تلاش بکن. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، زبانت همیشه به یاد خدا داشته باش. لعلکم تفلحون، پرستگار شوید. اینی رقم قرار کرده خواب بکن، رخصتی ها بکن، روز پنجشنبه رخصتی، روز جمعه هم رخصتی، بعد از بودی وطن جور میشه. نشد یه تو احمقانه نظامی، شاید بیعقل نظام ما داریم. رخصتی ها را زیاد میکنن. دی دین رخصتی نیست، دی دین رخصتی نیست، دی دین پیوسته عمل است. شب و روز کار بکن، شب و روز کار بکن. بناهن تصمیم و اراده قوی برای ساختن خود و جامعه ما، این موضوعی است که اگر نداشته باشیم تغییر نمیآید، تغییر نمیآید. دیگران تصمیم دارن برای خرابی موضوع، ما هم تصمیم باید داشته باشیم به دفاع خود. ما تصمیم باید داشته باشیم. ما تصمیم باید بگیریم که مردمایی که عبادت بت میکنن، عبادت سنگ و چوب میکنن، عبادت انسان ها را میکنن، از اونا را خلاص بکنیم. این مکلفیت ما است. اصحاب کرام همی کارا میکنن، اصحاب کرام همی کارا میکنن. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه و ارضاه در جبهه میره و ریش سفید است، ریش سفید. هنگامی که عملیات میکنه در سر استانبول کامیاب نمیشود، بعد مریض میشود. برای رفقای خود میگه که هنگامی که ما وفات کردم، یعنی میت مرا در داخل خاک دشمن ببرید و در اوجا مرا دفن بکنید. یک وقت تق تق اسب پای مجاهدین را من بگیرم و شکر بکشم که الحمد اینجا هم فتح شد، اینجا هم فتح شد. این غرور، این قوت، این عظمت، این تصمیم است. گفت که این تو میکنم. بنان تا که اراده قوی نداشته باشیم ما نمیتونیم کامیاب شویم. الله جل جلاله نصیب ما شما بکند. چهارمش عمل مداوم و پیوسته که سستی در او نباشد. مسلمانی که سست شود، پیوسته عمل نکند، همیشه مستمر کار نکند، نتیجه نمیگیرد. یعنی ما شما میخوایم که خودم نجات بدیم، دیگران هم نجات بدیم. اگر کار این میخوای این عمل متداوم به کار دارد. این تو پروژه 1 ساله و 2 ساله نیست، پروژه است که به عمرها تعلق دارد. ما میخوایم که اما تو که استعمار قوی است، ما میخوایم از او که قوی تر شویم. میتونی در 1 سالی کار بکنی؟ نه، تو سالها باید نقشه بندازی، کار کنی کار کنی کار کنی تا که نواسه و کواسی تو باز نظام بسازد. میفهمی؟ رقم نمیشه که جای به جای مفت کرده. تو کار بکو، تلاش بکو که زمینه مساعد بکنی به دیگران. اگر الله برای تو داد خود شکر بکش، الله برای تو داد شکر بکش. و اگر برات نداد راه را خود جور کردی، راه را خود جور کردی که این تو میرم اونجا میرسم. پیغمبر علیه السلام کار شروع کرد، کفار روم را پیغمبر خدا علیه السلام ندید که سقوط کرد. فارس روم پسان سقوط کرد. پیغمبر قانونش گذاشت. والله عزیزایم، والله که شما کامیاب میشین، به این باور داشته باشین، در صورتی که شما عمل مستمر داشته باشین، مستمر عمل داشته باشین. خداوند متعال در عمل مستمر خیر را گذاشته است و نتیجه میگیره. بنان به چیزای آنی مشکنین هیچی نشوین. چرا نمیشود؟ چرا نمیشود؟ یک روز پیغمبر علیه السلام در زیر کعبه در مسایش اما استراحت کرده بود، خود انداخته بود. یک صحابی آمد در جوارش شد، اما تو خفه. چی گپ است؟ پیغمبر خدا را میگه یا رسول الله ما به حق نیستیم. به حق هستیم، دین ما راست نیست. راست است. اینا به باطل نیستن. گفت به باطل هستن. الله مالک آسمان ها و زمین است. گفت بله است. چی حال سر ما؟ چی حال سر ما؟ ما را لط میکنن، توهین ما میکنن، تحقیر ما میکنن. وای گفار زد. پیغمبر خدا برش گفت که ما به حق هستیم. ببینین متوجه بوده باش تا هنوز که سر شما او روزهای گذشته نامده، روزهای مردم گذشته نامده که سر فرقش اره آهنی را میگذاشت تا به بیخش عریش میکرد، ولی اینها عقب نرفتن.
با شانه های آهنین بدنشان شانه میکردن. اونا عقب نرفتن. شما بسیار عجله میکنید. والله از صنعا تا به حضرموت زن سر شتر خواهد سوار شود و بره و بیاید، هیچ کس بر چیز نخواهد گفت و هیچ ترس نخواهد داشت. الله این دین غالب میکند، غالبش میکند. بنابراین شما اعتکار نکنید که دو کار شروع کنی باز میگه 5 دقیقه در درس آمدم سعی دیگه و کرزه باید و برود یک امیر المؤمنین راستکی بیاید. نمیشود. کار بکو، تلاش بکو تا به اندازه انسانهای با شخصیت و والا را پیدا بکنی که درست قرآن هم تلاوت کرده بتاند، در جان خودم تطبیقش بکنه، در خانهش هم تطبیقش بکنه، در مردم هم تطبیقش بکند، مخلص بوده باشد، مجاهد بوده باشد، وفادار بوده باشد، مصمم بوده باشد. این تو مردم خب مفت نیست. این به تربیت ضرورت است. این باید تربیت شود تا که بسازد. بناء ایزا و قول اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون. بگو عمل بکنیم. عمل بکن دیگه پشتش نگرد. کسی دیگه باز تنظیم کنندهش است. عمل بکن. آخرین گپ ایثار و وفاداری. اگر میخواین که خداوند متعال ما شما را کامیابی نصیب بکنه، به ارزش‌های خود برسیم، در دنیا امن ایجاد شود، مردم را عبادت نکنه، مردم الله را عبادت بکنه، در زیر چتر دینی که در او عدل است، در او انصاف است، او دین سرش حاکم شود، اخوت، برادری در میان انسانها و خصوصا مسلمان‌ها ایجاد شود. مسلمان‌ها یک دیگر مؤمن به اساس ایمان دوست داشته باشد، نه به اساس قوم و به اساس این و آن، به اساس ایمان دوستش داشته باشد. پس ایثار بکنید. ایثار باید بکنید. تو باید از خود بگذری، از چوکیت بگذر، از پولت بگذر، از جای بلندت بگذر، کوشش بکن دیگرها از تو کده پیش باشد. این کار باید بکنی و این مهمترین اصل است. هرگاه ایثار کردی، فداکاری کردی، خداوند متعال تو را کامیابی میدهد. اگر ایثار نداشتی، در هر جا خود مطرح کردی تو باید بوده باشی، این ناممکن است. این ناممکن است که کامیابی برداشته شود. زیرا از اول تو غلط کردی. از اول دین ملعبه قرار دادی. از اول دین وسیله برای اهداف شومت و اهدافت پیسا قرار دادی که میخوایی تو را به قدرت برس. هدفت نیست. تو نخواستی دین بیاد، تو خواستی خودت بیای. صحیح شد نه؟ اما کسی چی را گفته بود؟ بی‌نظیر بوتو را میگه چند روز شعار تمی کمونیستی بود. آره ترقی کرد از کمونیستی آمدی به این شعار نوت که به اسلام مال به مردم قبول کردی که هر کس مالک مال خود است. چرا این تغییر؟ که مردم دیروز امور میخواست، امور برش گفتم که با قدرت برسم، امروز را میخوام امور برش میگم. خوی رقم نیستی. تو خو مردم که بیخی کفر بخواه تو بازم اسلام میخوای. صحیح شد؟ مردم کلش کفر بخواه تو بازم اسلام میخوای. اگر مردم اسلام قبول کرد تو خود برش به عنوان رهبر پیش نمیکنی. من هستم نمیکنی. تو در کل موضوعات دین میخوای. اسلام بیاید. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اسلام میخواستن. اونا قدرت ها را نمیخواستن. حضرت حذیفه رضی الله عنه و ارضاه، حضرت عمر خواستش برش گفت که حذیفه والی است. حضرت حذیفه را کلتان مشناسین، از جمله اجلای اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام است. کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نامهای منافقا را برش گفته بود. صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. حضرت عمر رضی الله عنه به حیث والی در مدائن رایش میکنه. یک سر مرکب سوار شد که مرکب پالان نداشت. به مدائن که نزدیک شد چون مکتوبش پیش رفته بود برش. این مردم دو طرفه بر استاد بودن که حالی والی سه میاد. والی سه دما بین مردم رفت، هیچ کس بر سلام نگفت. در این ولایت مقر ولایت که رسید که یک به اصلاح آشپز مانده دیگه کسی نیست. این مردم کجاستن؟ گفت صاحب پیشوری والی با بدرقه به اصلاح استاد هستند، با مشایعت والی صاحب. گفت والی خب هستم. گفت تو والی هستی؟ این دویده رفت. مردم بیاین که والی صاحب آمد اینجا. مردم پس برگشتن دیگه. ماندن بسیار میبخشیم ما خود را نشناختیم صاحب. این کالای پیوندی رو صاحب که مرکبی که به اصلاح پالان نداره. ششتن دیگه. در هر نظام که بر یک تعداد چاپلوسا هست نه؟
شرط که هر قدر که چاپلوسال کوشش میکنه که از این دیگه یک چیز بگیرد، میبینه که صاحب چی میخوره؟ چی سوال است؟ چیزی که شما میخوره من میخورم. چاپ شدن. چی رقم خانه رو برجا بکنم؟ کجا خواب میکنم؟ اینجا خواب میکنم. این زورش نرسید سرش. بعد مردم خواست گفت بشینه. مرا عایدات تان. کل سیستم عایداتی را گرفت. مرا ضرورت تان. همه ضرورت هایشان را گرفت. در ظرف 1 سال یک شهر جدید در مدائن برش بنا کرد. مردم بی خانه را خانه برش داد. مردمی که مال بیت المال که بود همش تقسیم کرد. فقر را گم کرد. فقر را گم کرد. با مردم کار داد. سیستم داد. 1 سال که تیر شد. 1 سال حضرت عمر خواست گفت بیا. میرود حضرت عمر برش دیگر. اول خب به حضرت عمر لحظه و لحظه میرسید که در مدائن یک حرکت بزرگ اقتصادی شروع است. شهر جدید ساخته شد. مردم ها به کار آغشته شدند که این است و زندگی تفاوت کرد. فقر را گم کرد. زمینه تجارت مساعد کرد. مال مردم را میگرد به دیگه جا برشوی میکرد. این کارا را که دید حضرت عمر تو فکر کرده باشه که تو باش که والی صاحب مده چقدر کار خود کرده. چقدر کار خود کرد نه؟ ولی کار خود چقدر کرده باشد. بعد خود چقدر سرمایه گذاری کرده باشد. والی صاحب وقتی که میآید حضرت عمر در نخلستان مدینه برش پت است. میگه که همون خر است که پارسا سرش رفته بود. اما تو بی پالان و اما تو کالایی که پی ندارد. اما تو کالایش هست. و آغوش گر گفت که ما سر تو افتخار دار. ما مسلمان ها خودت ضعیف هستیم. خب اول میگه جیب خودم باش. باز که از ما سر زکات بود بر تو بیاید. اونا تو نبودن. اونا گفتن که نه ما فقیر باشیم، بیچاره باشیم، مشکلات داشته باشیم، خود تو در امن باش، تو در عزت باش، تو بهترین سیستم باید داشته باشی. این کار استادان نمیشود تا که ما به یک عمل مستمر باور پیدا نکنیم. همیشه این کار بکنیم و فداکاری باید بکنیم، ایثار باید بکنیم. بعد از بس خداوند متعال برای ما شما کامیابی داره اینو نصیب میکنه. اگر این نکنیم ولی اگه چیز شود ما دروغگوی هستیم. باز دیگه به نام اسلام وش کنین مردم فریب ندین. وش کنین مردم فریب ندین که تو مردم جفا نکنین. اسلام گفته برین بعد از باز برای خود خانه جور بکنین. نکوت امنا کنین. هیچ داخل نشو تو را چی؟ دمی خانیت بشین والله بر خوب است. دلت فساد میکنی هر چی که میکنی بلاد اثرت. و به نام دین کار که شروع که دروغ نکن. صحیح را برو. خیانت نکو. بیت المال مصرف نکو. خوب زندگی. الله مالک آسمان ها و زمین، مالک ما و تو. اما الله وعده کرده. وعده خدا دروغ است؟ نه. و الله وعده را جزافی میده؟ نه. وعده الله راست است. وعد الله الذين آمنوا منكم، از آنانی که از شما ایمان دارند. ببین منکم گفته. خود به خود معنا معلوم شد که یک ایمان والا به زبان خوب بسیار زیاد هستند. ایمان والایی که اینی 5 نقاط داشته باشد. عقیده راسخ داشته باشد. اخلاص داشته باشد. عمل مستمر داشته باشد. فداکاری داشته باشد. اینی مردم هستند که باز تغییر آورده میکنند. منکم و عمل الصالحات، و کارهای شایسته را بکنند. دین به دیگرها بخواید خودش نیت نمیکنند. دیگر بر خود میخواید، بر مردم میخواید تا خودش محفوظ باشد. بعد لا یستخلفنهم خامخا. لام برای قسم. والله لا یستخلفنهم. قسم است که امارت زمین برتان میده. لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم. جاگزین برشان میکنیم دینشان را الذی ارتضی لهم که اینا از او راضی هستند. راضی هستند. اما دین باز میاد. بعد از او از خوفی که از امریکا میترسین، از کافرها میترسین، این خوف چی میشود؟ به امن تبدیل میشود. بعد از او باز استقلال داری نه؟ باز باید دقیقا زمین خود نیست که در کشور اسلامی داخل شوی هر کس هر چی بخواد همون تو شود. نه، با دیگرها اجازه میخواد. صحیح شد؟ دیگرها باید اجازه میخواد. و تو برش میگه نه این تو باید گفتش میکنه. دیگه الله هم تو باز میکنه. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه. الله جل جلاله ما شما را
از اون مردمی بگردانم که عقیده راسخ، اخلاص در نیت، عمل مستمر و ایثار و فداکاری را داشته باشه. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.